مهمانان ارجمند، خویش و اقربای گرامی، دوستان عزیز، من میدانستم که این روز برای من هم خرسندی است، هم به وحش آوردن تمام جسم و جانم را به وحش آوردن بسیار بلحظه‌ای بیدار کرده است که من پیشکی آمادگی خود را دیدم تا به احساسات داده نشوم. آرزوی مقدس هر یک پدر و مادر همین است که تا روزی خرسندی فرزندانش برسد. امروز در خاندان ما روزی خرسندی و نشاط است. خداوند ما را به روز مراد هر یک پدر و مادر، یعنی خانه‌دار کردن فرزند رسانید و من هزارها مراتب شکرانه میکنم از خدای متعال. ما پسری کلانی امان رستم جان را با امید و آرزوهای زیاد خانه‌دار میکنیم و پسری عزیزمان رستم جان و کلینی عزیزمان فاطمه جان را که حالا در نزد ما و شما حضور دارند به زندگی مستقلانه فاتحه داده امید داریم که هر دویشان جفتی موافق باشند و قدم‌های کلینمان به خانه ما نیک و مبارک گردد. فرزندان عزیزم، شما باید دانید که زندگی پستی و بلندی ها دارد، بنابراین شما در همه حالت باید احترام یکدیگر را پاس دارید، تکیه‌گاه همدیگر باشید و در هر کاری عائلوی با یکدیگر مصلحت و مشورت کنید. در آن صورت روزگار شما خوشبخت و با سعادت و زندگیتان پر نور و زیبا می گردد. رستم جان، تو پسری کلانی پدر و مادر هستی. ما از تو امیدی بسیار ما باور داریم که تو باغ شکوفانی پدر و مادر، ستون خاندان، نامبرداری ما و سزاواری نامد که بعدی تولد با هزار آرزو به تو داده بودیم میشوی. فاطمه جان کلینی عزیز، بار دیگر به درگاه ما خوش آمدی. با آمدن تو صفی فرزندان ما باز یک نفر افزود. اگر رستم ستونی خاندان باشد، تو چراغی روشنی خاندان هستی. خداوند در کلام آسمانی خود یعنی قرآن مجید علاوه بر این که حقی برابری زن و شوهر را تاکید کرده است، همچنین آنها را مسئول ساخته است که نگاه دارنده راز همدیگر
و شرف و ناموس یکدیگر باشند. دانشمندان بزرگ گذشته امان در نصیحت‌نامه‌های جاودانه خود بارها تاکید کردند که زنی خوب و قناعت پیشه اساس خیر و برکت خاندان است. به این معنی شیخ سعدی نیز که عمری درازی با برکت دیده از زندگی تجربه زیاد دیده است میگوید: زنی خوبی فرمانبری پارسا کند مردی درویش بزرگانمان همچنین می‌فرمایند که والدین پیوندگری فرزندان با خداوند متعال میباشند. بنابراین به جا آوردن احترام همدیگر و رعایت عزت پدر و مادر خرج مقدس انسانی است. این پند و حکمت حیاتی را که از قعر عصرها تا زمان ما رسیدند همیشه در یاد دارید فرزندان عزیز. ما پدر و مادران و همه خویش و اقربا، یار و دوستان دائما در آرزوی خوشبختی شماییم و دعا میکنیم که همیشه تنصیحت و خانه آباد باشید، عمری دراز بینید و خداوند به شما فرزندانی صالح عطا فرماید. الها آفتاب سعادت تمام عمر به سر شما نورپاشی کند. و بیهوده ما روز 28 را برای توی عروسی و دامادی انتخاب نکردیم. برای ملت تاجیک، برای خلق تاجیک، برای دولت تاجیکان، برای هر یک فردی به ننگ ناموس ملت روز 27 روز وحدت ملی مقدس ترین روزها به شمار می رود. من فکر می کنم وحدت از هر یک عائله شروع می گردد. وحدت بین یار و دوست، پیش از همه بین زن و شوهر، پدر و مادر و از آن جمله شما رستم جان و فاطمه جان. این بسیار یک رمزی تاریخی و آرزوی نیک و پدر و مادران است. در چنین لحظه های پر از نشاط از زبان شاعر میگویم: نوبختی و نوشادی نوخانه مبارک باد، این طالع فیروز و فرزانه مبارک باد. از بخت جوان شاد و از دولت عشق آباد، این جان جوان ندرا جانانه مبارک باد. میهمانان ارجمند، و توی عروسی فرزندان ما که با آن در تاجیکستان عزیزمان باز یک عائله نو به وجود می آید، خوش آمدید. نور دیده تاجی سر، خوش آمدید. بگذار فرزندان شما نیست عروس و داماد شوند و همتان مثل ما به آرزوی و هوس خود رسید. بگذار در هر خاندانی تاجیک نیز همیشه شادی و نشاط باشد، هر یک عائله نوبنیاد خوشبخت گردد و به روزگار خوش و با سعادت رسد. و چنانه که در اینجا برنده عزیز و مهربان ما اشاره کردند، در همان شب و روزهایی که ما جستجوی بعدی به دنیا هستی آمدن رستم جان برای نامگذاری کردم، من فکر میکنم که خطا نکردم. و این را بینید، هم رستم هم فاطمه نامهای تاریخی، بسیار نامهای اصیلی تاریخی ملت کهن بنیاد تاجیک را به خود گرفتند. و این هم مسئولیت بسیار بزرگ است که شما بر دوش دارید. با ننگ و ناموس باشید، بسیار با ننگ و ناموس باشید، زحمت کشید، عائله خود را انکشاف دهید. خدا کند صاحبی
فرزندان و نبیرگان و عبیرگان و قفای کاسه برساند شما را. لیکن یک چیز را فراموش نسازید، هیچگاه حسوس نخورید، زحمت کشید. ما به دنیا هم خود از هوا نشکیدیم. زحمت کشید، مهنت کنید، صاحب معرفتی بلند باشید. اینکه با پدر و مادر پیش از همه به ملت خود خدمت کنید، به وطن خود صادق باشید و خدمت کنید. همه حاضرین را خوش آمدید. خوش آمدیدتان به سر دسترخوان ما، به خرسندی ما. خدا کند بار دیگر دعا میکنم که هر یکی ماه شما را به چنین روزهای خرسندی و نیک رساند. بار دیگر تبریک میگویم. یک جهان تشکر.